تشویق به آن که بچم بخوان مثل طلبشاه راوی، نقشباز، فیلمباز و انسان معروف و بعد عرابکش میشوی؟ بخوان مثل بیگ صبور با کلاشنیکوفت موج را میزنی؟ جامعه بوالهوس یا کمبود ته‌کرسی اولیه فرهنگی. سلام و روز شما بخیر باشد. امیدوارم که همه سرحال هستید. صحبت امروزه من درباره دو کشوری از هم خیلی دور و از هم خیلی متفاوت خواهد بود. امروز میخواهم دو جامعه را برای شما تحلیل بکنم. مردم بوالهوس را و مردم فهمیده و پیشرفته را. در جامعه بوالهوس یا اینکه جامعه‌ای که در آن فرهنگ و علم قدر ندارد، هر یک شخص بی سواد، بی معرفت یا حتی با سواد و فهمیده در مدت خیلی کوتاه می تواند معروف شود و همه او را بشناسند. اما آیا شخصی که معروف شد برای همیشه یا مدت زیاد در فکر مردم میماند؟ این سوال باعث شد که من این نوار را ثبت کنم. مثال عادی به قدر بودن انسان‌های معروف و با لیاقت و کادرهای نسل جوان در کشور ما این اکای طلبشاه مقیموف می باشند. این کس در حقیقت انسانی با لیاقت و فهمیده بود و هست. از عهده کاری که میکرد، چی در تلویزیون چی در فیلم هایی که نقش بازی میکرد، همیشه معلوم بود که کادر خوب بود و یکی از بهترین راوی تلویزیون در تاجیکستان بود. و در بسیاری از فیلم های پرتماشای تاجیکی نیز نقش آفری کرده بود و تک تک مردم ما او را میشناختند و میشناسند. میخواهم ساده کرده شما را بفهمانم. تا آخر تماشا کنید تا مقصد من را بفهمید. بله، گناه اول طلبشاه این بود که خویش و تبار شاه دانا نبود، یا آسان کرده بگویم رستم نام نداشت. گناه دوم در جامعه بود که در آن جامعه جوانان با لیاقت و کادرهای آینده ساز قدر ندارند. او در جامعه بود که هر روز درباره آرد و روغن صحبت است و نرخ گوشت و پیاز. هیچ کس پروای علم و هنر ندارد و متاسفانه این باعث آن گشته است که مردم هم نان را از دست دادند و هم به خاطر نان جان و احترام و مکان را نیز از دست دادند. خوب، بعضی ها شاید بگویند آخر درباره نرخ آرد و روغن در همه جا صحبت می کنند، نه تنها در تاجیکستان. اما در این سوال نیز جواب دارم. من طول 6 سال می شود در اروپا هستم و در بسیاری از کشورهای اروپایی نیز بودم. در هیچ جا، حتی در دهه های اروپا، درباره نرخ نان و روغن صحبت نمی کنند. برای مردم این چیزها موادهای معمولی هستند و هیچ کس در فکر این موادهای اولیه نیست. اگر سطح زندگی مردم ما خوب می شد، هیچ کس درباره آرد و روغن گپ نمی زد. خوب، برمیگردیم به موردی که در اولی برنامه ذکر کردم. سوال این بود: آیا این معروفیت به طلبشاه چیزی داد؟ نه خیر، هیچ چیزی برایش نداد، بلکه تکثیران یا اینکه بخشش، اما باید بگویم مسافرکش و دوچرخرانش کرد. زمان ما کودک بودیم و در همه جا گپی طلبشاه می رفت. اینک آنقدر وقت نگذشته دیگر اصلاً در ورد زبان ها نیست و این معروفیت به او چیزی نداد. این را من مثال زدم به خاطری که شما او را می شناسید و مقصدی من تحقیر کردن آن شخص نیست. امروز ما هزارها کادرهای داریم که ما و شما آنها را نمی شناسیم. از جمله هزارها دانشجویان تاجیکی که در خارجه از جمله آلمان و بریتانیا و امریکا ختم دانشگاه می کنند و به کشورشان بر نمی گردند و آنها کوشش می کنند که در همان کشورها بمانند. چرا؟
آیا این خیانت است؟ آیا دانشجویان ما از خوشبختی میخواهند در دیگر کشورها بمانند و به کشور برنگردند؟ باید بگویم که یک دانشجوی تاجیک با 1000 مشقت و کوشش داخل دانشگاه در خارجه می شود و می فهمد که اگر به وطن خود برگردد بدون تقاضای پولدار او را هیچ چیز انتظار نیست و در وطن او را هیچ کس قدر نخواهد کرد. از تاجیکستان برآمدن آسان اما دوباره برگشتن مشکل، چون این کشور را برای خودی ها بستند. فراموش نکنم این را نیز قید بکنم که کادرهای تاجیک آماده هستند حتی در کشور به مثل روسیه که نه آنقدر کشور خوب و گواراست، برعکس شرایط پست زندگی را دارد و خیلی پرخطر نیز هست، بمانند اما به تاجیکستان برنگردند. امروز کودک تاجیک از کجا شوق و ذوق پیدا کند و در طلب علم شود؟ امروز کادرهای جوان با چی چیز امید ببندند؟ امروز چطور پدر و مادران فرزندان خود را تشویق کنند؟ تشویق به آن که بچم بخوان مثل طلبشاه، راوی، نقشباز، فیلمباز و انسان معروف و بعد عرابکش میشوی؟ چون فرزند امام علی نیستی و رستم نام نداری عرابکش میشوی؟ بچم بخوان مثل بیگ صبور با کلاشنیکوفت موج را میزنی؟ بچم بخوان مثل عشله ببخشید نورالدین سعیدوف سابق وزیر معارف میشوی؟ خوب شوخی و اما این حقیقت روزگار امروزه ما و شما است. مثال دوم، یک شخص معروف در آلمان مثل بوریس بیکر همچون تنیس باز معروف شد و امروز در تنیس نیست، اما تا حال در تمام روزنامه ها درباره او می نویسند و در همه جا درباره او صحبت می کنند و پولدار و میلیونر نیز شده است. این معروفیت به او نه تنها نام داده است بلکه پول و زندگی خوب تحفه کرده است. ما نیز قهرمان داریم مثل دلشاد نظرف، گرزانداز مشهور تاجیک و قهرمان المپیادای سال 2016 در ریو د ژانیرو. بیچاره زندگی خود را به زور می‌گذراند. از این برمی آید که ما باید آینده را بسازیم، مردم را بیدار کنیم، وگرنه زندگی ما به عصر سنگ برمیگردد. در جامعه های ترقی یافته انسان ها 10 ساله ها کوشش میکنند که موفق شوند، مردم آنها را بشناسد، چون در دیگر جایها انسان معروف و کادر موفق هم از طرف مردم و هم از طرف حکومت قدردانی کرده می شود. این تحقیق من بود، چون سالهاست به بسیاری از کشورها سفر دارم و می بینم مثلا در فکررانی یک کودک اروپایی می تواند خوبتر از یک دانشجوی تاجیک مسئله را تحلیل کند و بفهمد. این معنای آن را ندارد که مردم اروپا افضل هستند یا از تاجیک خوبتر هستند. این طور نیست. مشکل مردم ما در جامعه ناآزاد و ناشفاف بزرگ شدن است. باز یک چیز دیگر قید کنم، شما ببینید اگر ما تحلیل کنیم چی فرقیت در پیش جامعه ما دو شخص می توانند داشته باشند؟ یکی تحصیل کرده و جان کنده، دیگری با دیوانگری های خود معروف شده است، هیچ فرقیتی ندارند. نگاه نکرده به آن که هر دو مشهورند. با شما خداحافظی میکنم. من میخواهم با شما چیزی بیاموزم. مقصد من تربیت سالم کردن ملت است. اگر شما مثل من فکر میکنید، این نوار را به نزدیکان خود روان کنید تا اینکه آنها نیز استفاده معنوی ببرند. موفق باشید.